از فیتگاکا کار شده و اینجاش هم گراودوزی کار شده، اینجاش هم چرمه و یخنش هم بلوچی و شیشگاک هم شانده شده به خاطر دیزاین بهتر و خوبتر. مخصوص عروس خانما می باشن واقعا بسیار مقبول میشه که در مورد طراحی از لباس، رنگ از لباس بر ما بگین. قیمت لباس چند است؟ قیمت از این ایره تنبان حلقه‌ای میگن. تنبان حلقه‌ای دیگه که ایم چرمه کار شده و ویژه دو رنگ تکه کار شده، سرخ و سیاه، چرمه کجک، فیته و همچنان یخنش هم بلوچی. قیمت لباس چند است؟ به نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان، سلام و درود خدمت یک و یک شما وطنای عزیزم. انشالله که هر کجایی کسین جور و صحت و سلامت باشین. بازم من تمنا امیری در یک برنامه کاملا متفاوت دیگر در خدمت شما هموطنای عزیز هستم. دوستای عزیز، من امروز خواستم که باز هم در یک دکان زیبا لباس‌های بسیار مقبول اینجا به فروش می‌رسانه، لباس‌های گند افغانی، لباس‌های فرهنگی کشور ما را باز هم بر شما وطنای عزیز به تصویر بکشانم. پس چی خوب است که شما مرا همراهی کنین. من میرم داخل دکان و همراه کسی که مسئول همینجا است و لباس‌های مقبول به فروش می‌رسانه همراهشون صحبت داشته باشیم که بیادر عزیزمون دیگه اونجا مصروف است، میریم همراهشون صحبت‌ها را ادامه میدیم. سلام علیکم، وقتتان بخیر. سلام و بخیر. خوب هستین؟ صحتمند بخیر. بخیر باشین. نام زیبایتان؟ نام فیض آقا. فیض آقا جان عزیز، مزاحم کارتان خانه شدیم. خواهش میکنم. دیگه ما امروز آمدیم تا که یک برنامه داشته باشیم و تقدیم هموطنای عزیز ما کنیم، چون واقعا اینجا بسیار لباسای مقبول و زیبای گند افغانی را شما با فروش میرسانید. خواهش میکنم، شمایتان مقبول است. قربانتان. دیگه چی خوب است که از همین لباسی که اینجا فیض آقا جان عزیز در کنارش است میخوایم همین لباس در ابتدا بر ما و هموطنای عزیز ما که بیننده برنامه ما هستن به معرفی بگیرن، در مورد طراحیش بر ما بگین، رنگ و دیزاینش و همچنان قیمتش. بسیار زیاد تشکر. یکی از پیران گند افغانی است. ایش که از فیته کار شده و زنگولگکات که شما ابروشمی، یخنشون بلوچی، قیمتشون 5000 افغانی. 5000 افغانی. و قسمی که من متوجه شدم دو هموطنای عزیز این لباس بسیار تو سنگین معلوم میشه، چون قسمت دامنش تقریبا زیادتر از امی آینگک‌های خرد خرد بر دیزاینش کار شده. بله. و همچنان از این لباسی که اینجا هست، اینجا قسمی که من میبینم هم چادر داره و هم بسیار هم تو کلاه مقبول داره. که اگر دختر خانمایی که میتونن مثلا چادر دوست دارن چادرش به سرشون کنن و اگر میگن نه کلاه دوست دارن که بسیار کلاه مقبول میشه. فیض آقا جان عزیز زیر ما بگیرم که بسیار کلاه مقبول داره که واقعا همین مرگکای از یک است برنگ همون قسمت پای دامنش است که به زیبایی از این افسوده که واقعا بسیار مقبول است. و قسمی که فیض آقا جان عزیز گفت قیمت از این هست 5000. و همچنین در مورد رنگش بر ما بگین، فقط یک همین رنگ است یا رنگ‌های دیگه هم داره؟ ما فعلا از این فقط یک رنگ سبز داریم که در اینجا از این سرخ هم کار شده. فعلا هم یک رنگ داریم، اما دیگر رنگایش هم هست. بله. بسیار عالی. و همچنان لباس دیگری که ما میخوایم به معرفی بگیرم، این لباس است رنگ سبز. بله. که فکر کنم زیادتر همراهایی را بتن میکنن یا عروسام استفاده میکنن. یکی از پیران نکاس بیادر از ما اگه شما اینجا ایستاد چون نمیره خب هموطنای از ما به تصویر داشته باشین. بله. رنگ سبز از رنگشون معلوم است که برای نکاح استفاده میشه و دنباله دار است. دیگه یخنشون بلوچی است. قیمتشون 21000. 21000. واقعا که لباس بسیار مقبول و آستینای از اینکه فکر کنم جالی کار شده. جالی گاچ. و این که سایزایشون مختلف است، یعنی که بتن هر خانم میاین، یعنی سایزایشون مختلف نیست. معمولا فری سایز می باشه. بله. فری سایز است. دوستای عزیز قسمی که میبینین بسیار دامن ازی زیب ازی اما مقبولیش که است در قسمت دامنش است که بسیار یک دامن کلان داره. تو فیته کار شده امروی چرمه کجک. این قسمتاش دوخته شده دیگه. بله. این جدا جدا اول جدا جدا یا دوخته میشه، بعد از اون یک جای میشه که زیرش یک لایچسب است که بسیار ایرانی هم تو استوار نگاه میکنه. لایچسب های دبل است. بله. و همچنان یک رنگ داره. بله. هم یک رنگ سبز. رنگ سبز داره که واقعا بسیار مقبول است، با یک دیزاین بسیار متفاوت که زیادتر در شب هینا عروس خانمایی را استفاده میکنن. و
لباس دیگه مقبولی که اینجا هست به چندین رنگ و همچنان دیزاین متفاوت که بسیار یک لباس ظریف است، میشه که در مورد از این لباس مقبول بر ما بگین؟ این لباس هم که از معمولا در عروسیا استفاده میشه و یخنش که از کلان گرافدوزی است، پایینش هم چرمه کار شده. از این چند رنگ است؟ از این فعلا ما یک رنگ داریم، اما رنگای مختلف دیگه هم داره. یک رنگ. و همچنان قیمتش؟ قیمت از این 6000 افغانی. 6000. اگر کسایی که مثلا زودتر در عروسی که هست مراسم هینا چندین دختر خانم یک رنگ لباس به تن میکنن، باز کرایه هم میتین یا فقط برای خریداری میباشه؟ نه، کرایه هم از خریداری هم اگه بخواین بخرن برای خرید، اگه کرایه هم بگیرن به کرایه. کرایهش چند است؟ کرایه از 1000 افغانی. 1000 افغانی. واقعا بسیار خوب است. مراعات داره. و همچنین در مورد سایزش بر ما بگین؟ سایز یا معمولا ای پیرنای آماده که از فری سایز میباشه، چون به هر اندام باید بیایه. فری سایز از کمربند داره که همون کمربندش که بسته کنی به هر سایز میخوره. و همچنین این لباس که اینجا هست چادر کلاه چیز داره یا تو فقط می خود لباس است؟ چادر. چادرش باز چی رنگ است؟ چادرش به انتخاب مشتری است که هر رنگی را بخوای امروی آستینای سیت کنه یا بخوای امروی دامنش سیت کنه یا امروی خود تکی پیران سیت کنه، او بدل مشتری است. این لباس که لباس کمرچین فکر کنم گفته میشه. کمرچین است که دامن بسیار کلان داره و همچنین بسیار مقبول است. و این لباسایی که اینجا در عموم هست لباسای واقعا مقبول است که به دیزاین‌ها و طراحی‌های بسیار مقبول کار شده. این لباس‌ها در کجا دوخته میشن؟ این لباس‌ها ما خودمون کارگاهیش داریم، کارگاه چرمه و گلابوت دوزی سعادت. کارگاهیش از خودمون آمادهش میکنیم. در همین منزل است یا کدام جای دیگه است؟ نه خیر نی، او کارگاه ما در اون طرف سرک است. بسیار عالی، بسیار عالی. شما دیگه فقط اینجا آماده میارین و برای هموطنای خصوصا دختر خانم به فروش میگذارین؟ لباسایی که اینجا آماده میکنین کلا لباسای زنانه هست؟ باز برای آقا داماد چطور اینجا لباس آماده میشه یا کدام جای دیگه به فروش میرسه؟ برای آقا داماد ما فقط واسکت برش آماده میکنیم که واسکت های و دیزاین های مختلف است، اوجا موجود داریم. درست. پس آنتر اونا را حتما برای هموطنای ما به تصویر میکشن. اما چی خوب است که فعلا لباس های بسیار مقبولی که اینجاست اینا را برای هموطنای ما بگیم که طراحیش کدام است، خصوصا همین لباس که با چندین رنگ و دیزاین مختلف کار شده که همچنان یک شلوار بسیار مقبول اما تو دیزاینی داره میشه که در مورد از این لباس بر ما بگیم. این لباس که از چرمه کار شده است و تکای بخمل که تکه تکه یک جای شده، این قسمتش و بالایشون فیته کار شده، یخنشون بلوچی است. قیمت لباس؟ قیمت از این 5500. اگر کرا بتین؟ کرا بتیم 600. 600 واقعا بسیار مقبول است. و همچنین در مورد شلوار از این بگین بر ما؟ بله، یک دستکه ابر بهار ساخته شده تنبانش و گرافدوزی در سر پاچشی که از گرافدوزی است. برای دیزاینش کار شده. واقعا یک لباس بسیار مقبول است. و همچنان لباس دیگه ای که اینجا برنگ بسیار مقبول رنگ زرد است که یک پای دامن ازی بسیار مقبول کار شده و همچنان این قسمت شلوارش که متفاوت تر ازی است، شلوار گیبی میگن برشون، بسیار کلان میباشه و همچنان بسیار مقبول هست که با چندین رنگ دیزاین شده، رنگ سرخ یا گلابی میگیم ما برشون، جگری، سرخ روشن و همچنان زرد کار شده که در قسمت هایش هم از اینا برای دیزاین و زیبایی و ظرافت لباس کار شده. در مورد از این لباس بگین که چند رنگ داره و همچنان در مورد طراحیش بر ما بگین. این قسمی که میبینین دیگه چرمش در بخمل سرخ کار شده و بالایش هم بخمل زرد است، یخنش هم از چرمه کار شده و فیتار هم که میبینین دیگه به خاطر دیزاینش است. این را فرق میکنه، مشتری ها است مثلا بانجانیش هم میگیره، لاجوردیش هم میگیره، سیاهیش هم میگیره، بازور بر رنگ خود مشتری ها بخواین ما برشون آماده میکنیم. قیمت لباس چند است؟ قیمت از 6000 افغانی. 6000. این قیمت از این لباس هم 6000 بود. قیمت 6000 و این لباس هم 6000. واقعا بسیار مقبول است و این لباس که ما برای هموطنای ما به معرفی گرفتیم. اگر هموطنای ما در تصویر بیننده هستن چون اینجا گودیس ما نمیشه که پیش بره، در مورد از دو لباس میشه که برای ما بگین. این لباس که از چرمه دزدوزی است که خودمون آماده کردیم، با دو رنگ کار شده، کایی و سفید و اما تو فیته دور کمرش، آستینایش هم همون رقم، یخنش هم بلوچی کار شده که دیگه در بین گلکایش از یک رقم توپک های رنگارنگ کار شده
و قیمتش هم از 8,500 افغانی. 8,500 افغانی. و چند رنگ موجود است از این لباس؟ از این لباس فعلا هم یک رنگش موجود داریم، فقط برای نمایش است که اگه مشتری بخواد خوش کنه باز رنگای دیگه هم جور میکنه. بله بسیار واقعا لباس مقبول است که میریم لباس دیگه که اینجا بسیار زیبا هست میخوایم با معرفی بگیرم. این لباس است بسیار، این هم رنگ سبز می باشه. قسمت پایدامن از این متفاوت‌تر از لباس‌های دیگه است. میشه که در مورد از این لباس برای ما بگین؟ بعضی مشتری هست که مثلا یک ذره ساده دوست دارن که پایینش کلا گرافدوزی است و ایجش هم تکه سرخ کار شده و از شیشگک‌ها دیگه این گلایی که در پیرن می‌بینین از خود تکه است. یخنش هم همچنان گرافدوزی است. و همراه این لباس که چون دامن بسیار کلان داره، جیفون هم دارین یا نه؟ جیفون اگه مشتری بخواد بله. اینجا البته هست کسایی که دوست دارن دامنهاشون بسیار تو بف بزرگ باشن که دامن بسیار مقبول نشون میتونن که از جیفون هم استفاده کنن که فیاض آقا جان عزیز اینجا دارن، میتونن همراه لباس یک جای استفاده بکنن. و همچنین در مورد قیمتش بر ما بگین. قیمت از این 7,000 افغانی است. 7,000 افغانی. بسیار عالی بسیار عالی. و همچنین لباس دیگه ای که اینجا هست فکر میکنم شبیه امو لباس دیگه می باشه فقط رنگش متفاوت است. این چرمه از یک از کامپیوتری کار شده و ایجیش هم از تکای خرد بخمل کار شده و ایجیش هم گرافدوزی، بعدش فیتای طلایی، یخنش هم بلوچی. و این که گفتن کامپیوتری دیگه لباس ها که از توسط دست قسمت دیزاینش کار میشه؟ معمولا تکایش که یک جای شده کلان که دست کار میشه. دیگه گرافدوزیش هم بعضی کامپیوتریز و بعضیش هم دستدوزی. چرمه ازی کامپیوتریز، بس چرمه دستدوزی که است نسبت به چرمه کامپیوتری یک ذره قیمت تر است. بله بسیار عالی و یک لباس بسیار مقبول می باشه. از این لباس چند رنگ دارین؟ از این لباس 2-3 رنگش داریم. لاجوردی و یکی لاجوردیش هست و ای است. بله واقعا رنگای بسیار مقبول با دیزاین بسیار مقبول که کامپیوتری دیزاینش کار شده، اما بسیار یک لباس است که رنگ‌های مختلف درش کار شده و بسیار مقبول می‌باشه. و همچنین در مورد از این لباس بگوین که ما از اول که در دکان تا آمدم این لباس توجه من جلب کرد چون متفاوت‌تر است، دیزاینش رنگ‌های مختلف کار شده و بسیار یک لباس ظریف است که آینه‌های البته خرده‌ای کار شده که به زیبایی لباس افزوده. میشه که در مورد رنگ و طراحی لباس بر ما بگین؟ این لباس که از چند رنگ کار شده، پارچه‌ای، معمولا دامن کلانایش که میگن قرمه‌ای هم شبیه از اموز که دور هر رنگش از فیتگک‌ها کار شده و ایجیش هم گرافدوزی کار شده، ایجیش هم چرمه، یخنش هم بلوچی و شیشگک هم شانده شده به خاطر دیزاین بهتر و خوبتر. و همچنان قیمت لباس؟ قیمت از 6,500. 6,500. و آستینایش قسم مونتاژشون کوتاه هست یا تا چی حد می باشه؟ معمولا آستینای از این کوتاه می باشه، مدلش هم آستینای کلان کوتاه؟ نه اونقدر کلان هم نه، نیم متر کمتر هر آستینش میاد. و چند رنگ داره از این لباس؟ از این یکی سرخش است، خینه‌ایش است، لاجوردیش است. و همه تو دامن کلان داره و فکر کنم این سنگین تر باشه این لباس نسبت به لباس‌های دیگه. نسبتاً بله. چون واقعا می آینگکایی که دزی کار شده باعث ازش که می لباس سنگین تر شه اما به زیباییش افزوده و ارزش هم داره. بله. خب این لباس برای ما بگین که واقعا یک لباس بسیار مقبول است، دامن بسیار کلان داره و همچنان این فکر میکنم که کوتاه‌تر از لباسای دیگه باشه یا همه قسم معلوم میشه؟ نه همه قسم معلوم میشه و در یک گودی سیت شده ای در دیگه گودی یکی از چرمش کامپیوتریز که دو رنگ داره، دو رنگ کار شده، کایی و سفید که رنگ تکام لاجوردی و مثل انیوش که دو رنگ کار شده، باز بالای ازی هم دو رنگ فیته کار شده، یک سفید یکی هم زرد طلایی. بله. و در مورد قیمتش بر ما بگین؟ قیمت ازی میاد 5,500 افغانی. 5,500. و دوستان عزیز یک چیز ما متوجه شدیم که قسمت آستین از هم متفاوت است که قسمتش به زیباییش بیشتر افزوده که واقعا یک آستین بسیار مقبول داره و خصوصا این قسمتش که بسیار مقبول است. خب و واقعا یک لباس بسیار مقبول است. یک چیزی که من یادآور شدم پیشتر ای که مثلا بعضی همی فعلا دختر خانمایی که سن سالشان کوچکتر از 10 سال هستن بر از اونام لباس افغانی اینجا هست یا فقط برای کسایی که سنشان بزرگتر است بر از اونا لباس افغانی داریم؟ برای طفلانام داریم که مثلا سن 10 سال 12 سال خردتر از او موجود داریم اینجا. اگر فعلا هست که میشه برای وطنای ما میشه به تصویر بکشین و نشان بدین دیگه.
قسمی که فیض آقا جان عزیز گفت کسایی که سن سال خورد دارن چون بسیار شوق دارن، خصوصا مشتکا که میگن من ملامو در عروسی لباسم سید باشه همراه کلانا من بپوشم در میدان یک جای رقص کنم. از تکی بنارس است، بالایش هم چرمک کار شده، پایینش هم فیته و یخنش هم بلوچی. این لباس برای چند ساله میه؟ این تقریبا برای 9 ساله 10 ساله میه. 10 سال. از اون خردتر هم لباس گند افغانی جور میکنین یا نه فقط به میساز؟ بله داریم، از اون یک تا موجود است. و این لباسایی که زیادتر اشتکانه هست و کودکانه است چطور از خرید و فروش این لباسا؟ خوب است، بد نیست. چون زیادتر هم اشتکا علاقمند است. به بنارس است و چرمه زرد کار شده، همراه فیته سفید و یخنش بلوچی. واقعا بسیار مقبول، دیزاینک بسیار زیبا داره، واقعا بسیار مقبول. کیام چرمه کار شده، یخنش هم چرمه کار شده. این لباس برای چند ساله میه؟ این بر 2 ساله 2.5 ساله میه. بسیار عالی، واقعا یک رنگ بسیار زیبا داره و همچنین پیشتر مسعود جان عزیز گفت ما برای آقا دامادهای عزیز کسایی که هم لباسای خصوصا برای گند اونا هم میپوشن واسکتش دیگه، تنها بالای پیراهن سفید دیگه فکر میکنم اونو هم واسکتش هست که ما میخوایم یک چند دانه را فیض آقا جان عزیز اینجا بر ما به معرفی بگیرن و لطف کنن دیگه. دوستای عزیز قسمی که بینیده هستین اینجا برنگای بسیار متفاوت و همچنان دیزاین های بسیار مختلف است که در مورد جزئیاتش دیگه فیض آقا جان عزیز بر ما میگه. این هم که از دیگه چند رنگ بخمل کار شده که خودتان میبینی و اینجاش هم گراودوزی است و چرمه کجک دیگه آینه شانده شده، از این آینه‌ای که گردش موره داره و آینه ساده از این 3 رنگش داریم، یکی سرخ است، جگری و پسته‌ای. سایزها اینا مختلف می باشه یا فری سایز هستن؟ نه اینا فری سایز است، معمولا فری سایز است. بله. قیمتشون؟ قیمت از 1500 افغانی. 15 کرام میتین؟ بله کرام میتین. کرایش چند است؟ 2.5 افغانی کرایش است. بسیار عالی، واقعا که دوستای عزیز بسیار همون تو دیزاین بسیار مقبول داره که نه با یک دیزاین کاملا متفاوت و همچنان رنگ‌های بسیار مختلف دیگه ساخته شده که ما اگر برای ما لطف کنین امو دیزاین دیگه شما نشان بدین چون یک ذره به نظر من متفاوت تر است و رنگش هم متفاوت است، دیزاینش کاملا متفاوت است. یعنی میبینین دوستای عزیز که واقعا به چندین رنگ کار شده و من فکر میکنم به بسیار زحمت زیاد اینا آماده شده چون بسیار جنجالی معلوم میشه که در مورد دخت ازی تکیش و همچنان قیمتش بر ما بگین. تکی که معمولا گند افغانی و واسکتایی که مثلا چرمه و چیز کار شده بخمل است، یا بخمل است که چند رنگ کار شده، چند رنگ هم نه که 2 رنگ، جگری و لاجوردی که پایینش هم چرمه کار شده، ای بالاش هم زری دوزی شده، گراف دوزی و از این چیزکای دیزاینی نگیندار کار شده. قیمتش؟ قیمت هم 1500 افغانی است. بله بسیار مقبول و همچنان میخوایم یک چند لباس دیگه هم که اینجا واقعا تمام لباس ها مقبول است. مگر طرف میبینم میگم کدامش اول به تصویر بکشانم که یک لباس دیگه هم اونجا هست امور به تصویر میکشیم، باز میایم طرفی لباس های مقبول دیگه که هموطنای از ما خصوصا دختر خانوما در مورد قیمت و دیزاین لباس ها معلومات پیدا کنن. این لباس چند رنگ داره، طراحیش کدام است و ما فکر میکنم که جذاب ترین رنگش هم همین رنگ سرخ باشه که بسیار مقبول است. بله یکی از تکیش گل بخمل است و فیته کار شده، پایین دامنش هم یخنش هم فیته کار شده و این قسمتش جالی کار شده که مشتری بخواه با زیرش بلوز هم پوش نمیتونه، کسایی که یک ذره آزاد از همون رقم میپوشن. قیمت از این 12000 افغانی است. کرام میتونه از این لباس؟ بله کرام میتونه. کراش 1500 افغانی. 1500 افغانی و همچنان دوستای عزیز قسمی که ما متوجه شدم قسمت یخنش هم باز است که با زیبایی از لباس افسوده و قسمی که میبینین دوستای عزیز قسمت آستین از این بسیار کلان است و همچنان سکک‌های بسیار خرد برای زیبایی از این لباس کار شده که به زیباییش هم افزوده و همچنان در مورد رنگش بر ما بگین. رنگش فعلا ما هم یک رنگ داریم سرخ، با رنگ‌های مختلف هم میشه آماده کنیم. بله واقعا بسیار یک لباس مقبول است که دامن بسیار کلان هم داره. بله دامنش خیلی کلان که اگر که جیفون بپوشن بسیار مقبول میره. بله میارم جیفون داره. جیفون داره؟ جیفون داره. بله بسیار یک لباس مقبول و زیباست و هموطنای عزیز یک لباس مقبول دیگه که فکر کنم ایره مخصوص عروس خانوما می باشن که واقعا بسیار مقبول میشه که در مورد طراحی از این لباس، رنگ از این لباس بر ما بگین. یکی از دیگه تو کدام رنگ خاص نداره چون هر رنگ تکه در این کار شده
و از این فیتای زنگولگکدار و از این سکه که داره از این است. کلانی دامنش هم نزدیک 12 الی 13 متر است. یخنش هم بلوچی است. دیگه به نام قورمه‌ای مشهور است دامن آمده. قسم خودت گفتی فیض آقا جان عزیز این دیگه خودش از چندین رنگ ساخته شده. هر رنگی که بخواید در این لباس موجود است، رنگ‌های بسیار مختلف اما بسیار لباس مقبول که دامن بسیار کلان داره و همچنان در قسمت آستینش بسیار یک طراحی زیبا کار شده. میشه که در مورد قیمت از این لباس بر ما بگید؟ قیمت از این لباس هست 18,000 افغانی، چون خیلی به زحمت ساخته شده واقعا. همین لباس آماده کردن و ساختن و دوختنش چقدر وقت میگیره؟ اگر اون مشتری اگر عجله داشته باشه که ما شبانه روزی کار کنیم ان شاءالله که در 2 روز آمادهش میکنیم. ما قسم گدایشم یک کلاه بسیار مقبول هم داره که برنگ سبز می باشه. پسته‌ای می باشه و چادر هم داره یا فقط هم کلاه را؟ چادر هم داره بله. ما فقط هم کلاهش ماندیم به سر گودی بس. واقعا یک لباس بسیار مقبول است که رنگ‌های بسیار زیبا کار شده و همچنان دیگه عروس خانمای عزیز میتونن این لباس به تن بکنن. و یک چیز دیگه کسایی که در کابل هستن میتونن به دکان فیض آقا جان عزیز رابی سنتر منزل 3 میتونن تشریف بیارن. و مسعود جان عزیز اینجا هستن. و کسایی که در خارج از کشور هستن برای از اونا صادرات دارین یا نه؟ بله اگر مشتری داشته باشیم بله صادرات هم داریم. با ولایت و همچنان خارج از کشور هم صادرات دارن. فیض آقا جان عزیز قسمی که گفتن. و یک لباس متفاوت دیگر که اینجا این لباس هم زیادتر به رنگ آبی و سبز کار شده. چادر بسیار مقبول داره و همچنان قسمی که ما متوجه شدیم زیادتر از این مورگک‌های خرد کار شده. میشه که در مورد طراحی و رنگ از این لباس بر ما بگین که چند رنگ داره و طراحیش تکیش کدام تک است؟ تکی ازی که از تکی بنارس است، گراودوزی کار شده، زری دوزی کار شده و از این مورگکام که این خودتون میبینید شیشگک کار شده. دیگه ایره نیمه دنباله، یعنی دنباله نداره که مثلا پشت سر در زمین بیفته، پیش رویش است تا سر زانو، پشت سر تا پشت پای. قیمت لباس چند است؟ قیمت از این 8,000 افغانی. 8,000. اگه به کرا بتین؟ به کرا بتیم 1,000. 1,000. واقعا لباس بسیار مقبول است. لباس است که نه زیاد دنباله داره که اذیت بکنه، فقط برای زیباییش کم ذره دنباله داره. و این لباس هم فکر میکنم با اون لباسی که بیشتر ما به تصویر کشاندیم یک لباس است یا طراحیش فرق میکنه؟ نه یک لباس است، فقط رنگ تکیش فرق میکنه. لاجوردی از او سرخ بود، این لاجوردی است. قیمت لباس چند است؟ قیمت از این 6,500 6,500. واقعا لباس بسیار مقبول است. و لباس دیگه ای که خصوصا همین قسمت شلوار از این که شلوار گیبی است که به زیبایی از این لباس افزوده و اهمیت بسیار کلان است که فکر کنم تکیه بسیار زیاده بر دوختن از این مصرف شده. پیشتر رو سرخ کدی نو گیبی بود، ایره تنبان حلقه‌ای میگن. تنبان حلقه‌ای دیگه که ایم چرمه کار شده و ویژه 2 رنگ تکه کار شده از سرخ و سیاه، چرمه کجک، فیته و همچنان یخنش هم بلوچی. قیمت لباس چند است؟ قیمت از این 6,000 افغانی است. 6,000 افغانی. از این لباس مقبول چند رنگ اینجا موجود است؟ اینجا فعلا یک رنگش. یک رنگ. اما تو لباس اگه یک رنگ هم است، اما 2 رنگ در خود زمین لباس تنها کار شده که به زیباییش افزوده. و لباس دیگه که بسیار ظریف است، مقبول است. میشه که در مورد از این لباس بر ما بگین که متفاوت هم است، یک قسم مرغکای بسیار خرد ای کار شده. بله این لباس که از تکی سرخ کار شده، گلاباتون کار شده، در اینیش که از گلاباتون است و موردوزی هم است. یک دیزاین جدید است که تقریبا یک ماه میشه که این دیزاین خود ما جور کردیم آوردیم. بله. و اگر مشتری ها مثلا یک لباس براتون نشان میده که همچین لباس بر ما به می دیزاین آماده کنین، سفارش هم قبول میکنین یا میگین نه چیزی که در دکان است ما فقط اینا رو به فروش میرسانیم؟ نه سفارش هم قبول میکنیم. بله چندین سفارش هم داشتیم که خدا را شکر موفق بودیم. و قسمی که ما متوجه شدیم دوستای عزیز، رنگ لباس که سرخ است و همچون شلوارش که سبز است. و از این لباس مقبول دیگه چند رنگ موجود است اینجا؟ فعلا هم یک رنگ جور کردیم، ان شاء الله در آینده دیگه رنگاش هم تصمیم داریم که جور کنیم. بله ان شاء الله که موفق باشین. و همچنان لباس دیگه که این لباس فکر کنم به نام لباس تاجیکی میگن که یک دستکولک هم بسیار مقبول، هم رنگ لباس داره و همچنان کولا داره. میشه که در مورد از این لباس بر ما بگید؟ این لباس که از زیر ساتن کار شده، این چپنش هم بخمل ابریشمی است و کارش هم گلاباتون است. قیمت این لباس چند است؟ قیمت از 10,000 افغانی. 10,000 افغانی. و قسمی که من فکر میکنم فعلا یک جیفون هم به خود داره. بله. که اگر بعضی دختر خانم‌ها هستن که شاید بدنش بسیار دراز باشه یا کوتاه باشه، باز فری سایز است یا که نه
به تن هر دختر خانم هم این لباس مناسب است؟ نه این فری سایز است. این هم فری سایز است مثل دیگه پیرانای آماده که است معمولا فری سایز می باشن. یعنی هر کس که بیای برای خریداری اینجا برش مناسب باشه و اون جنجال کمتر. بله بسیار لباس مقبول و خصوصا فکر کنم زیادتر عروس خانم‌ها وطن میکنن. بله واقعا لباس مقبول است و نگفتن امانه که چند رنگ است از این لباس. از فعلا یک رنگش داریم. خب اگر مشتری سفارش بده دیگر رنگشون برشون آماده کرده میتونیم. بله واقعا این رنگشون بسیار یک رنگ مقبول میباشه و چی خوب است که بریم اون طرف و لباسای مقبول دیگه که اونجا است اونا رو هم به معرفی بگیریم. لباسی که ما میخوایم به معرفی بگیریم لباسی است که رنگش چقدر نام خدا مقبول است، رنگ نارنجی اگر اشتباه نکنم، نارنجی و سبز در این لباس کار شده دیگه. جزئیات بیشتر از فیض آقا جان عزیز میشنویم. خب یکی از تکیش بنارس است که نارنجی و سبز کار شده و پایینش هم چرمه و گراف، بالایش هم همچنان، یخنش هم بلوچی است. قیمتش هم 7000 افغانی. 7000 افغانی که واقعا بسیار مقبول است و من فکر کنم چادر هم داره. چادرش هم شاید یا رنگ سبز یا نارنجی باشه. بله نارنجی است. چادر تنبان داره. واقعا بسیار لباس مقبول است و لباس بعدی که کلاه هم داره و رنگش هم رنگ نیلی میگه ما برش. نیلی بسیار مقبول است. میشه که در مورد از این لباس بر ما بگید؟ این هم که از بخمل سیاه و سرخ کار شده که در مابین گلای ازی مثل یک کمربند سرخ کار شده و دوختش هم گلاباتون است. و قیمت لباس؟ قیمت ازی 6000 افغانی. 6000 افغانی. واقعا لباس بسیار مقبول است. از این لباس چند رنگ اینجا موجود است؟ فعلا یک رنگ موجود داریم. یک رنگ برای نمونه که اگر هموطنای ما خصوصا دختر خانم ها خواستن میتونن اینجا بیاین و سفارش بدن به هر رنگ و دیزاینی که خواستن. فیض آقا جان عزیز در خدمتشان هستن. و همچنان یک دو لباس دیگه هم مونده که اونا رو به معرفی میگیریم. واقعا لباسای بسیار مقبول است دیگه. فیض آقا جان عزیز چی خوب است برای می لباسایی که 3 دانه اخیر میشه که کوتاه در مورد قیمتشون و همچنان طراحی لباس و رنگشون صحبت داشته باشیم. اون لباس هم که از بانجانیست کش و گراف و چرمدوزی کار شده، یخنش هم بلوچی، قیمتش هم 5000 افغانی و اینی لباس که از سرخ کار شده و چرمش کامپیوتری است دیگه، قیمتش هم 5500 افغانی. او طرفش که از بخمل زرد است، شیشه یک دوزی و گراف دوزی است، 4000 افغانی قیمت. 4000 افغانی. و قسمی که فیض آقا جان عزیز بیشتر بر ما یاد کرد که تمام لباسایی که جس فکر کنم هم برای فروش است و هم میتونن هم وطنای ما خصوصا دختر خانم‌ها به کرا هم ببرن که کرای بسیار مناسب و همچنین قیمتای لباس کلا اینجا بسیار به قیمتای مناسب و همچنان لباسایی است که واقعا مقبول است. هر کدامش که ببینیم بر رنگ و دیزاین مختلف و همچنان طراحی‌هاش تمامشان متفاوت میباشن. و تشکر میکنم از خودت فیض آقا جان قند که امروز وقتت را برای ما دادی و در اخیر اگر کدام حرف پیام باشه کمره ما در خدمت. تشکر، سلامت باشین. تشکر از شما که اینجا آمدین، دکان ما را لایق دیدین که برنامه مناسب کنین. گفتنی خاصی ندارم، جور سلامت باشین. قربان شما ان شاء الله موفق سرفراز باشین. بسیار تشکر از شما و من هم یک تشکری خاص و ویژه دارم از تمام شما وطنهای عزیز ما. قسمی که شما همیشه بیننده چینل خودتون، چینل دیدار میدیا هستین دیگه. با همیشه کوشش میکنیم که لباسای گند افغانی مقبول و همچنین لباسای محفلی و انواع لباسای کشور ما، لباسایی که واقعا مقبول است بر شما وطنهای ما تصویر بکشیم. پس چی خوب است که شما چینل ما را لایک کنین، سابسکرایب کنین و همچنین کامنت های زیبا یادتان نره ما را تشویق کنین تا ما هم هر روز بتانیم لباسای مقبول تر بر شما وطنای ما به تصویر بکشیم. و همچنین دوستای عزیز، قسمی که ما هر جای همیشه برنامه را ثبت کردیم یا آدرس دکان را گفتیم و همچنین کسایی که در خارج از کشور است ما از بعد کوشش میکنیم که شماره را هم به اشتراک بگذاریم تا شما وطنای ما بتونین به راحتی لباس را که دوست دارین سفارش بدین و اگر شماره هم به دسترستان نبود میتونه همراه ما با تماشای ما انشالله شماره دکاندار یا کسی را که همراهش برنامه داشتیم را بر شما وطنای عزیز میتیم و شما میتونید لباس را که دوست دارین سفارش بدین، خریداری بکنین به میل دلتان. و این بود برنامه امروز که تقدیمتان کردیم. تا برنامه های بعد و دیدار بعد، خدا نگهدار همه ما و شما باشه.